انبیا، بیت المقدس فلسطین که سرزمین انبیا علیهم السلام است، قبله اول مسلمانان، امروز زیر چکمه های ظلم صهیونیستی قرار دارد. خواهر و برادری مسلمان، آیا می‌دانید اکنون در گوشه جهان سرزمینی که به نام غزه است، کودکان و طفلان آنها همه روز توسط صهیونیستی ها بمبارد می شود. ظلم صهیونیستی، اونها در زیر ظلم صهیونیستی ها قرار دارند، اسیر آنها شده‌اند. عزیزان من، غزه زخم امت اسلام شده است. پس چرا ما بر کودکان و بی و زنان غزه به خاطر عاطفه مسلمانی خویش، به خاطر همکاری مسلمانی خویش توجه نداریم؟ آیا شما همه روز در صفحات اینترنت و فیسبوک تماشا نمی کنید که کودکان و بی و زنان غزه به چی حالت اند؟ عزیزان من، برادرانی که صدای من را شنوا هستید، الله می فرماید و این استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. در قبال برادر مسلمانت کمک و یاری بخواه، این نصرت و یاری و مدد را در قبال مسلمان خواهان باش. عزیزان من، سرزمینی که امروز زیر چکمه های ظلم صهیونیستی قرار دارد، از ما چی میخواهند؟ عاطفه مسلمانی ما تو در قبال آنها چی هست؟ بیاین دست را با دست هم بدهیم، با کودکان مظلوم فلسطینی خویش کمک و همکاری بکنیم. عزیزان من، امروز قلبه های ما سخت شده، عاطفه انسانی و همکاری ما در مشمان باقی نمانده. پس بیاید از خدا بترسیم. ای حکام سرزمین عرب، شما از خدا نمی ترسید؟ ترس خدا در قلب شما وجود ندارد؟ چرا بر سرزمین انبیا، قبله مسلمانان توجه ندارد؟ از خدا بترسید.